با سلام به همه دانش آموزان عزیز پایه دهم. میخوایم یک تست کنکور از مبحث بازه ها فصل 1 کتاب درسیتون حل کنیم. همونطور که در صورت سوال مشاهده میکنید میگه به ازای چه مقدار صحیح n عبارت n عضو بازه نیم بازی که مشاهده میکنید برقرار است. خب گزینه ها مشخص کرده. برای حل این سوال حواسمون باید باشه که بازه وقتی نیم بازه قسمت پرانتزش به معنی نیم بازه، یعنی اعداد نمیتونن خود 3n-14 باشن، ولی سمت راست رو که نگاه میکنیم علامت کروشه گذاشته، یعنی عددهای داخل مجموعه یا بازه ما میتونن خود 5n-16 هم باشن. پس نتیجه میگیریم مجهول n ما باید بین 3n-14 و 5n-16 باشه، با این تفاوت که خود 3n-14 نمیتونه باشه ولی 5n-16 میتونه باشه. پس این نامعادله دو طرفه رو مینویسیم n بزرگتر از 3n-14 و کوچکتر مساوی با 5n-16. خب میدونید برای حل نامعادله دو طرفه هر قسمت رو جداگانه حل میکنیم. اگر به سمت چپ نامعادله نگاه کنیم 3n-14 کوچکتر از n خودش یک نامعادله محسوب میشه. برای حل نامعادله هم که میدونید چون درجه 1 هست شبیه معادله درجه 1 حل میکنیم. پس بچه مجهول یک سمت و عدد معلوم هم سمت دیگه، پس میشه 3n-n کوچکتر از 14. پس نتیجه میگیریم 2n کوچکتر از 14 و در نهایت n کوچکتر از 7. قسمت راست نامعادله دو طرفمون رو نگاه کنید. n باید کوچکتر مساوی باشه با 5n-16. مجددا نامعادله درجه 1 رو حل میکنیم. مجهولا رو من سمت چپ میخوام نگه دارم، پس میشه n-5n کوچکتر مساوی با 16. سادهش میکنم -4n کوچکتر مساوی با 16 و به علت ضریب منفی که n داره حواسم باید باشه که در تقسیم بر -4 جهت نامعادلم تغییر میکنه. پس n بزرگتر مساوی با -4. خب بچه دو تا مجموع جواب داریم، یکی n های بزرگتر مساوی با -4 و دیگری n های کوچکتر از 7. مسلما اشتراک اینها میشه جواب اصلی سوال. خب برای اینکه متوجه بشید یک محور اعداد صحیح رو در نظر میگیریم یا رسم میکنیم. همونطور که گفته شده n بزرگتر مساوی با -4 یعنی چی؟ یعنی خود -4 میتونه باشه به سمت راست و از اون ورم n کوچکتر از 7 یعنی خود 7 نمیتونه باشه. پس بچه این کادر مستطیل میشه مجموعه جواب این سوال. اگر بشمارید تعداد این عضوها یا اعداد صحیح ما برابر میشه با 11 تا. پس گزینه 2 درست خواهد بود. امیدوارم که از این سوال و حل این سوال استفاده کافی رو برده باشید. خدا نگهدار همگی شما.